کمند مشهد میرالو کریم ای کریم کریم باز کنسر دادی کسی توشید اینجا بیا مثلا بابا جان چند بار با تو گفتم چند بار بخشیش های کن خرا خانه رفتیم های کن کریم جان گوش کن آخه تو یک مردکی کلام شده من نمیدونم با تو چی خیلی وقتی زنگ بیاد کریم جان تو چی خیلی جوره ای نه تو چی خیل جوره ای در این کجاها میگردی و من باشم از تل و تپه ها هزم و علف بیارم نگفتی یه بار نگفتی کی گفتی با گفتن میگیم لیکن دل من نمیشود بچم دل ها کریم جان خیلی نه سازی لباسای ترکون شهر میروم خوب شده است کریم جان لبن تربوز بخوری نه خربوزه چی؟ خربزه نه دلت چی میکشد؟ انگور رفتیم کریم جان لبن با تو از شهر چی بیارم؟ اصلا کنه گبزن چی بیارم؟ و اسکو و خروسک؟ نه چی نباشه چی؟ چی نباشه چی بود تلویزور بابا جون تلویزیون چی کار میکنی؟ تلویزور زوری کشور بابای رجب یک تا دوست یک دیگه کلند بعد مرگیموش کسی زنگ زد نوروز کو الو نوروز کمالدین بابای رجب دیدی؟ ای نوروز بابای رجب شار میرد چی گویم گوی که نرخ شیرینی تو در بازار چند پول فهمد؟ میگوید که نرخ شیرین تو در بازار چند پول است فهمد حالم شیرینیش رو تام نکرده است ای تو حالا هم شیرینی تو نفروختی از کجا؟ این شب اصلا فروختم لیکن شیرینی همش ماند حیران ماندم چکار کنم ها؟ میگوید که یک دو کاسش همون شار میبردیم بچه اینه بیرش خبر مایلش لیکن تو گوی که گفتگی ما فراموش نکند میگوید که گفتگی تو فراموش نکنید نه فراموش نمیکنم فراموش نمیکردیم خی در استغفرالله
بابا جون مراد جان سلام علیکم. السلام علیکم. بیایید ماشین تایرم. من با مراد جان کمتر قدم زنم بد میآیم. بیا بچه بیا. چطوری بچه؟ پدرم گفت که به دبی میرویم. من گفتم که با بابایم به قشلاق میروم. من همراه شما به قشلاق میروم بابا جان. میله؟ بسیار خوشی به آنجا رفتن. ها. توانه دوستی گفتگیتون. دوستی خوبه. سه موسم تیز نکرده میبرد. کوینش بینیم. اینش هم دوستی خوبه. ارزو میتونم اگر گیرین. دستش بقا ندارد. بعد خیلی سبوک هم است. این نومپر نومپر نه این سوماک ودا سوماک ودا انا خیلی میمونی ودا جر ودا سوماک بابا بابا چیز؟ نه تباک این هم سوماک لیکن سوماک بچه ها برای بچه ها Mister, the senior heart Halton is to tag. That? That's how. Oh, this It's whole. wrong. So, sorry. Sorry. One photo, please. One photo. Please. Oh, yay. رسیدیم ها؟ مراد جان اینگی. بارک الله بچه. تشکر. عمرکت دراز شود. الله اکبر. بارک الله بچه. بچه بیا همراه ما یک پیله چای گیر. رحمان حق خدمت تیت من میروم. بابا جان عصبی نشوه. شب همین خیر. چند سو میشه؟ 5 ما رفتم بابا جان. در مغازه یک گوشواری طلا دیدم چنان زیبا بود که نرخش $500. بیا درو. آچه بابام اومدم. السلام علیکم. سلام. میبخشید میبخشید. بابا جان بیاید. در همه قدی سرتان میشه. ها بابا جان. دادا جان بابام اومدم. کی میبید؟
عادل جان کو بیا بچیم بیا بچیم کنی بیا کنی السلام علیکم نازاستی بچه درست هستی بارک الله بارک الله خوش آمدید دادا. تشکر خوش آمدید. مرحمت شینید دادا. راه شما رو خسته کرده مرحمت شینید کنی تشکر خانه نو مبارک باشد بچم دیده خیلی خرسند شدیم الهی آمین الهی آمین خدایا خداوندا به شما فیض و برکت بخت و سعادت به همه آرزو و امید و هوس‌های نیکی که داری خدا همه ما و شما رساند بچم الله اکبر دادا خوش آمدید سلامت خوش آمدید. سلامت باشید او چه من آوردید اوچد بچم اکنون یک آدمی سرتشویش کاری خانه مرحمت تشکر بچم روزگار زندگی گاو و گوساله یک گفتم من روم بعد اون کس میآیند یگان خوراکی گرم نداری من حاضر بچه جان بابا از یخ نشد آشو قواقت بردار خوش قبوقم برداشتگی انا میدونی چی گوشت آپس کن سفید هر خیل خوراک نمیخورد فهمیدم بیا دل جان آمدم دادا جان حاضر خوراک تیار می شود خیر باز یک بار دیگر خوش آمدید دادا جان سلامت باشین بچم خب سفر خارجه چخیل گذشت بسیار خوب بسیار خوب کارهای مراجعان چطور کارهای مراجعان بد نه 5 زبان را آموخته ایستاده است زبان تاجیکی رو هم میدانی مراجعان 15 روز در آسایشگاه استراحت کرده آمد نصیب باشد مصلحت کردیم که یک جایه دوبای رویم همراه مراجعان و مادرش یک سیر و گشت کرده می آییم خیر در قشلاق چی گرد؟ در قشلاق تینجی بچم همین سال سرحاصل انا سال سرعلف خیر مردم زراعت خوب جمع آوری نمود علف هم خوب شد همین که آبی دریاها زیاد شد و ساحل ها را شسته برد تا نزدیک آسیاب سیل آمد باور میکنی آب تا همونجا آمد یک قسم حوله های مردم را شسته برد درختان را کند لیکن خیر سال با برکت بود باز پادبان نداریم دخترهای بی شوهر زیاد قبرستانمون کلان شده است در شهر جای را میخواد اما جو نزدیکتر شینه انا خوراک هم برو جون نگیره کنی بچه جان یاردم کن شما در سر نه سری میز میشینم دادا جان شما پیشینید برای راحت باشید تشکر بچه رحمت دلت تنگ نمیشود برعکس دادا جان در زمین به مثل شما نشسته نمیتوانم رفتارت دیگر شده است محیط آدم را دیگر میکند همین طور شهر دیگر رو دست بچیم افسوس که مهر و عقوبت صمیمیت روز از روز کم می شود آسیاب من طول عصرها با مردم همسایه خدمت کرده آمد امروز آنها گندمشان را به آسیاب دهه همسایه می برند آسیاب نوی چینیه که کیم کدام یک تاجر خریده است آسیاب است و آسیاب بابایی همان باشد آسیاب نیست دادا برای شما هم چون این یک آسیاب میخرم نه بچیم در کار نیست آسیابی که تو میخری جای آسیاب بابایی را گرفته نمیتواند دادا زمانه دیگر شده است در این زمانه پرتضاد هر کی اگر نوآوری کند غالب اوست در ده برق نداریم بچیم بگذار نباشد موتور دیزلی میخریم نه زینهار این کار را نکن بچیم
دیگران تقلید میکنند. در دهه سر هر قدم گنراتورها پیدا می شود. آن بعد بخل و حسود و ناراضگی زیاد می شود. شما خودتان میگفتید که دنیا در یک شکل نمی ایستد. پیشروی جمعیت چی ضرر دارد؟ بچه جون ها همراه بابایت میروی. ها در آنجا کامپیوتر نیست، اینترنت هم نیست. زیق میشوی. بعد من تو رو یاد میکنم. من زود نیم. دندانهایت رو شوی، رو خواب کن. شکر میگویم سرطان بده ببینم نمیبینی با این میآیند با این طرف میآیند کی میآید بیرون میکنند گفت همه دیوانه. پس دم شو از اینجا
وگرنه میلیسه را چک میزنم. میلیسا تو رو میکوبد. تو رو میکوبد. برای چی؟ برای چی؟ خودت نقص میدونی کو. خودت نقص میدونی. دادا خوب نیستید؟ خوب بودم. خوابتان نبرد؟ خوب کردم بچه. یگان گپ شد؟ من باید روم. با کجا؟ بده ها. دادا آخر شما گفتید 1 هفته می استید. بچه آسیاب را بیکار ماندن از ذکر ماندن خاصیت خوب ندارد. شاید یکان روز دیگر استید. من باید روم. دادا آخر ساعت 4 شب در این بی وقتی با کجا می روید؟ با یگان ماشین ره سوار شده می روم. لابای تحمال خوردگی هستی؟ تحمال رحمان یک بار پختم من نخوردم. چرخ کفید. من دیدی گندم چکل حاصل می شود. از دستت گردم بابای دهقان. این سال بچه سال با برکت آمد. دیدی ها انا در آن کوه و در آن تپه ها گنج های زیادی نهان است. آنها آمدن تو را انتظارند بچه.
جان این سنگ رو چکار میکنه؟ این در کار میشود بچه. برای چی برای گوش میکنه؟ سنگ بالا رو یک بار بگیریم. سنگ هم دل دارد بچه. یعنی سنگ دته یک بار دیگر گوش کنیم. چقدر گوش میکنه؟ او خوب است. деҳа роҳҳои пурчангу хокаш ба ман маъқул нест. با من شهر تو آنقدر پسند نیست. шаҳр маъқул нашуд? на худ ки шаҳр ба шумо маъқул нашуда бошад. چه خیلی گویم. بدونی بچیم شهر با همه آن شکوه و شهامتی که دارد به نظرم کیم چخیل خالی می نماید. бобои раҷаб чӣ хел холӣ пур аст ку پر است. لیکن پر از چی؟ ولی چخیلی که من میبینم کیم چی نمیرسد. کریم ها خودش چی گپ؟ انا بیبی وای این کی باشد؟ وای نبیره که شیرینه که من مراد جان آمدی. السلام بیبی جان. و اصلی بیبی آمدی. وای وای شما گفتید که 10 روز پس می آید، امروز آمدید کو؟ نشد. نه نشد. دلگیر شدم. خیر میلش بیایید به خانه درآیید. رفتیم مراد جان. بیبیت را یاد کردی؟ من هم انا نانی گرم. بیار نان گرم حضوری جان. کنی گیری این گرم بود است کو؟ ببیش با مراد جان سرشیر بیار. ببیند شیری شربامزه است یا شیری دیها. میلش گوه برای بازار تیار کنید. خوب شده. بابا جان باز یگان چیز دیگر گه؟ چی گویم بچیم؟ خوب میلش. انا اینجا حوزک بود. گیردش سوزک بود. گنجشکک آب خورد. هی آبی ناب خورد. او پرید بالای بام، یک باره افتید در دام.
بابای رجب این سحری صالحان به کجای قدر یک پیاله چای می نوشیدید بعد می رفتید بازار که برای چی؟ همین گوه فروختن در کار. به همسایتون نفروختید؟ هفته آینده توی دارد. راستی گپ فروختنی بودم و دلم نشد. گاو در بدنش 3 ماه گوساله دارد. پارسال برای توی پسرم رحمت الله گاو خریدم. بازار رفتم. صاحب گاو گفت که همک تشویش نکشید این گاو قصیر است یکان بلا نمی شود. گاو کشیم اشکمش 4 ماه گوساله برآمد. او بدبختی خیر او بودی گاو بسر صاحبی گاو. هم منتظر همین نشدید؟ او 6 ماه کی مرده و کی زنده. درست بعد نبیره از شهر آمد شیر لازم شده ماند. بیا بچه نزدیکتر خیر مالش برار سودا. آمین الله اکبر. من به همون خدای سلطان مراد روم. عذر ما میرسانم. مالش من میرسانم. چو بابا جانم اومد. بابا جانم اومد. روز چهارشنبه مردم ها به حشر خیزند فهمیدی؟ بابا جانم اومد. کریم جان سلام بیا بچه. بابا جان سلام. مالش بیا. از درات چوب آورده بابا جان. برای آسیاب چوب آورده. ها بچه شوب آوردم روی آسیاب خم زده است. ایواز کردن در کار. بابا جان من برای شما شیر تایر کردم. بخون. بخونم. بابا جان نمی‌آید. دیلم جان نمی‌آید. بابا باید من. در دنیا چی گپ کریم جان؟ در دنیا هیچی. بابا جان آسیاب با ویرون میکنن. کی؟ اونمو میمونو. کی گفت؟ شبکه. فایز. باز چی گفت؟ فایز. با گفت که اینجا در شهر میشم. تو چی گفتی؟ من گفتم اینجا شهر نشم بابا جان. التماس بابا جان نمانی جان اینجا شهر نسازم بابا جان. التماس بابا جان من شهر دوست نمیدارم. شهر جای ویران آدم های خوب ندارم بابا جان. التماس اگر نمانی شهر من بکشم. شهر رو جای خوب نیستم بابا جان. آدم های گردم اگر سرزم من بکشم بابا جان. شهر جای خوب نیستم بابا جان. مادم مخور نیستم بابا جان. تو آسوده باش بچه. اینجا شهر نمیشود. کی گفت که شهر میشود؟ نمیشود بچه. من با تو توفا آوردم بچه. گیر بچه. انا که اخبار جهان گوش میکنی. سرود و ترانه میشنوی. نصیبت کند رحمت بابا جون.
دخترها السلام علیکم. سلام علیکم با توی تیاری ببینید داماد من خودم میابم خانه دارای چای کنیم بابا. سلامت باشه تشکر علیلی باشیم اینها برای زمستان تیاری ببینم کارافت اینجا بیا بچه لبای کدام آدمی با عقل در نصف روزی به زراعتش آب مانده است پالزم آب طلب شده باشد چیکار کنم؟ با پالزی آب طلب شب آب میمانند در نصف روزی که آب ماندی یا گلش میرزد یا حاصلش کم میشود چرخی آسیا بعد از کمی آب از گردش مانده است چی بلا؟ سبب آمدنم رو درست فهمیدی شرافت آب میمانم اختیارت آب ماند مایلش من از دلسوزی میگویم دیلی هیچ کس به من نمیسوزد کاری هیچ کس به من نباشد با جان برای چی به آب رو محکم کرد؟ پالزش آب طلب شده است مراجعه تو خانه را بچه بابا جان من رفته کمتر بازی کنم بعد میویم میلش با جوراویه ها باز دیدی ها دیدم چند بار به تو گفتم که دیگر کشاده نبینی هیچ جامدانت از سرت ماند شین کریم جان چی خودت را عذاب میدهی؟ خودت عصبی؟ ما را عصبی میکنی؟ باز تو نمیرسیدی گپ زن چرخی آسیا بازگشتن من داخل ایلاها چرخی آسیا بتان از گردش ماند بابایت بس نبود باز تو از کجا پیدا شدی کریم جان تو میدانی؟ از دهه گذری تور برایت عروس یافتم کیرا شروعی است گلستان گلستان مرا میگیرم میگیره نمیگیره مرا نمیگیره بابا جون میگیره
که نگیره. بیبی جان تپک چی لازم؟ تپک علاوه بر روی زمستون هزم رو استفاده نمیبری. هزم ها انا در بالای آن کوه است. انا درختها بسیار کو. این باغ است. درختان میوه‌دار رو بریدن او بال است. بالش چی؟ اوبال این گناه عظیم است. در نبودن من به شما کی یردم میداد؟ بچیم اول پدرت حاضر باشد خدا عمر کاشانتیت دخترای همسایه. بابا عاقبت کار همه بندگانت را آسان گردانیده به مراد و مقصدهای نیک. بابا جان چی رو حساب میکنید؟ با کلکولاتر حساب کنید آسان‌تر. به دوستان زار و در نزد دشمنان در این شمردن ها جمع و تر ضرب و تقسیم هست؟ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جمع بست در کجا؟ جنب است در دل بچیم. مراد جان سطل بیار. بابا جان چرا نماز میخونید؟ تو خودت در یک روز چند بار شستشویی میکنی؟ سه چهار بار. برای چی؟ برای پاکیزه شدن. بارک الله. برای پاکیزه شدن. نماز هم برای پاکیزگی روح و دل است بچه. فهمیدی؟ بابا جان لبه خدا هست؟ تو چی فکر داری بچیم؟ تو خودت؟ پدر علیشیر میگوید که خدا نیست. پدر علیشیر. خدا هست بچیم. من و تو هستیم کو. کلان که شدی خودت میفهمی بچیم. مراد جان بابا یکم بار در سر پلک بودی بچیم؟ نه بابا جان. نفس کرده که آمدی.
اکنون رفته به همسینفانت نقل میکنه. اینجا دایم سرشمال است بچه. زمستان از آن طرف میوزد، تابستان از این طرف میوزد. از همینجا باید پایان میروند. چونه بیار بچه. نه آب جوشید. بارکالله بچه. بابا جان این چگونه چای است؟ این چای نیست بچه. این را مخلص گویند. درمانی تنی ضعیف است بچه. حتی موی سفید را که از ضعف بدن و پیری میروید سیاه میکند. برای چی بابا؟ جسم را جوان میکند. پسرم مراد جان مبادا از محیط دیگه خسته نشده باشی. نه بابا جان اینجا با ما مخول است. خیلی نه. مادرت را که یاد نکرده؟ بابا جان چرا ستاره اینجا روشنند؟ مشاهده خوب، چون که هوای اینجا صاف و بی‌غبار است. خدا رحمتش کند. کی را؟ ستاره کنده شد. باز یک انسانی از عالم درگذشت. برای چی بابا؟ هر یک آدم در این آسمان ستاره خود را دارد. همین که از عالم درگذشت ستاره‌اش هم کنده می شود. پس من هم ستاره دارم. بله جانی بابا، تو هم ستاره داری. ستاره من در کجا باشد؟ بابا جان بابا جان بابا مراد جان آمدی؟ شین بچه شین. بارکالله. تو یگان بار برآمدن آفتاب رو دیده ای؟ بین نورهایش گویا رویت رو میشسته باشن ها؟ دیدن طلوع آفتاب کاری خیر و ثواب است بچه. رید آسیاب در کجاست؟ آسیاب در همان طرف. رید راه کجا شد؟ راه سیل بو. احمق آسیابان شماید. چه خدمت؟ گندم آوردم. هوای آرد کرده میدادید؟ خواهم جوان. احمق شماید. رسیدی.
مروجان دفتر بیار. اوه همانجا نگفتید که آسیابان خودمم؟ نپرسیدید، ما هم لازم نشمردیم. شما مهمان مرحمت گذارید. خسته می نماید از راه دور آمده. نصف جمهوری را گشتم در یگان دهه آسیاب آبی نیست. چه ضرورت پیش آمد؟ رئیس فرمود که نان آرد آسیاب آبی را بیارم. مایلشو لیکن 1 ساعت 2 ساعت نوبت ایستادن در کار. نه من وقت ندارم. انا اینا گیرید؟ نه مانید بچه مانید گیرید نه هیچ کس ریختی آسیاب لازمه آید. بابا جان گیرید برای آسیاب استفاده میبریم. مایلش خیر به خاطر از راه دور زحمت کشیده آمدنت میگیرم. نباشد ماشین راهی بالا خطی های کن. با بالا راه هست؟ راه نه یک پادراه هست. خیلی چیشتی؟ کنی جوش رفتید رحمت استاد همین میگم برای چی مردم با آسیاب پایان نمیروند؟ مزه اردی آسیاب آبی دیگر است. راست بابا جان چای را آوردم. بارک الله خنزن آفرین ایستو که سرود ملی رو میدانی؟ فلک نه ششمقام نه او یک سرودی یاری ارج جمندی ما و بختی ما سری عزیزی تو بلند بود سعادتی تو دولتی تو بیگزند بود. آفرین مراد جان. به بیبیت گوی برنج اندازن. خب بارک الله. مثل پدرش آدم زور میشود. پدر در این سن و سال زبان مادریش را به زور میدونست. نه محیط دیگر گشته است. دهه کجای و شهر کجا؟ آفرین با عادل جان که از یک دهه خرد برآمده رفته در یک شهر کلان صاحبی آبرو و مرتبه شده است. اوی آدمان بزرگ از دههای خرد میبرند. بابا السلام بابا جون. السلام بابا جون. و علیکم السلام. بابا جون توی نمیرویم؟ توی میرویم بچیم. که این طرف بیا کریم جون. بابا جون عروس دیدم. عروس آوردن. بابا جون کی میرویم بابا جون؟ امروز. امروز میرویم. برفتن میرم لیکن با همین لباس توی میرویم. دیگه ندارم لباس. که از بالاها کاغذ پیچه گیر. کریم زنگ اختی چی بالا؟ بابام گفت.
ای برادران، ای مردم، این خیل نیست که ما برای ویران کردن دهه شما آمده باشیم. او تصور کنید اینجا راه می شود، شاهراه از دهه شما می گذرد. تصور کنید دو طرف چراغان، در سر هر 10,000 متر یک نقطه تامین داخلیات، جای استراحت راننده ها، جای غذاخوری، چندین کس صاحب کار می شود. اگر اینجا راه شود برای همه از شما خواهش میکنم عصبی نشوید. ما باید همکاری کرده این دهه شما رو آباد آقای کنیم. کمیسیا، مسئله همین خیلی خوب. ما مصلحت میکنیم اگر گپی شما قبول شود بسیار خوب عالی، اگر نه خوش آمدید، پناهتان به خدا. برای چی نمیریم؟ میانی سالی هفت رنگت ایران ماسمه برای 360 دارم ماسمه یکا یک از لبی کندت ایران ماسمه ماسمه جان ماسمه مایی تابان ماسمه گلی ریحان ماسمه صدف دندان ماسمه مرچمیان ماسمه راحتی جان ماسمه کتیب جنران ماسمه اولی خاندان ماسمه خط اشرگر مرا کردی در بدر ماسمه ناس کده بیا کده ترس حس کده بیا ماسمه میری مزار پاها کشی بغار مرا کردی تیزار ماسمه برای پیشروی کارمان نادرو لبه رئیس مرادو نیکی که ملاجانوف کرد فرزندی پدر نمیکنن. او زید بود کو کنسپیراسیون چی بود؟ بازی بود. آنجا احوال میدیدیم هر یک دکتری بود که دست آسین برزدگی در دم و نفسشان ایستاده نمیشد. تمام امکانیت موجود بوده را استفاده بودن، لیکن من تیرشان خاک خورد. برای وطن خدمت کردن در کار. ما حقمون رو از دهان گرگ کشیده گرفتیم. خدمت ملاجانوفا کردن در کار. البته خانه ناتمامش را ساخته میدهیم. میکنیم رئیس، میکنیم.
السلام علیکم. رئیس همینجا باشد. بسیار باز همون سفید اومد. سلام علیکم. با شما فهمو؟ برای کار اکای نرزلو مسئله سوزشواری را حل کنید. جوابش را به من گویید. خوب شده است. در را پوشید. مرحمت موی سفید. مرحمت شنید. وقتی که یک درخت را میکنید یا یک سنگ را از سر راه دور میکنید از اون کس میپرسید یا نمیپرسید؟ موی سفید، ما مانند شما اجرا کننده هستیم. از روی لایحه کار میکنیم. درست اجرا کننده، لیکن بازیچه نیستید کو. گوش کنید اکا. وقتی که شما راه را میسازید من آمدید که از پیش یک خرسنگ برآمد. شما همین هم تو عذاب کشیده بالای خرسنگ قدیم میفراید یا که اون تو میگردانید؟ لازم باشد میگردانید. گردانید ده. اگر همین حاضر که اگر شما گردانید هم دیها به آسیب بماند و هم به دولت یاردم می شود. اگر شما این کار رو کنید این مردم دایم در خدمت شما می شوند و از این کاری کردهتون باز فایده زیاده می گیرید. بابای رجب بابا جان، بابا جان. چی گپ؟ بابا جان، من میخوام آسیابان شوم. نه جونی بابا، تو در گیمنازیوم میخونی، کامپیوتر داری، با اینترنت مکاتبه داری، تو با تمام عالم گپ میزنی. تو از گیمنازیوم نمونی بچیم. خب نه بابا جان، من در همین جا میخوام. مراد جان، امکانیتی که در مکتب‌های شهر است در اینجا نیست. تو در گیمنازیوم مرا مکتب اینجا میفرد. میدونی روز از روز احتیاج مردم با آسیاب آبی کم می شود. آدمان مزه دهنشون را گم کردند. من میخوام همین جا مونم. جرایت را پزوان نشدی؟ من جورا ندارم. چی؟ پس تو با کی بازی میکردی؟ با کامپیوتر. آخر شما یک هفته نه جواب داده بودید. زیق نشو، رفته او رو گرفته میاری. نه خود که خواتیر نشوید. خواتیر هستم. 10 روز زیاد شده است که تلفنشون نمی بردارد. حتما او رو گرفته میاری. کی می رویم؟ شد رفته میاریم. مراد جان، اینجا یک چشمه هست. خودش نظرناگیر و آب شیرین دارد. شاید که این هم خشک شود. از آبش می نوشیم. بارکالله بچیم بیا کنی. اکنون دستی به هم ریز بچیم. امسال این چشمه ها ریز بچیم ریز. ریختن این چشمه ها آبی صاف و پاکیزه دارد نسبت دیگر چشمه هایی که در پایان هست. بسم الله الرحمن الرحیم. کنی بچیم؟ نه بابا جان، پدرم میگوید که پیش از کلان دست به نان دراز نکن. درست، بنان.
لیکن اگر بچیم بیش از کودک آب نوشی چیل چشمه خشک می شود. اگر بعد کودک نوشی چیل چشمه نو پیدا می شود. فهمیدی؟ ها؟ باز بیا مراد جان، مرا فراموش نکن. بابا باید خیر گوی. خیر آچه جان. خیر کلین جان. اینه بین گیره دارد. سلام کرد. نظمونه باز خاله بیا. خیر آچه. خیر بچم. طرفای روح من بیار سفید. خاله جان. خیر کلین. نظمونه نمک خوش جان. آمدی تو. الهی آمین. خدایا سفرتان بی خطر شود. الله آمین. اکبر. خوش آمدی تو. خیر دادا جان. مراد جان. بیا مراد جان. بیا مراد جان کنی. بیا. بیا بچه باز جان. بیا. بیا. شین بچه جان. خیر آچه. خیر خیر دادا. بچم، خیر خیر روح بچه. سفید. او چرا گیره میکنی؟ باز ای، میاری. اینه بیچاره بین. نبیره. خیر. هم با دلی خیر. نخواهم رفت. رای سفید. بابا جان خیر. من باز می آیم. بابا خیر. انا همین خیل مراد جان. من در انا همین تنگ کوچه ها کلان شدم. انا از اون بالا هیزم می آوردیم. تپک چینی می رفتیم. اینجا حالا یک چشمه کلان هست. آب می نوشیم بعد می رویم. بیا مراد جان تو هم بیا. انا همان چشمه. دوره های کودکی بچگی. همراه پدرم هر باری که از صحرا بر میگشتیم حتما سر این چشمه می نشستیم. مراد؟ مراد! ایستید بچه ما فراموش کردید. خدایا کجا شده باشن؟ چیکار میکنم؟ بچم کنی کجا رفته باشن؟ چی میخنده؟ چی میخنده؟ زمان پدرت از دیه گریخته و شهر رفته بود.